مغز ما تنها عضوی از بدنمونه که احساس تنهایی میکنه. این رو بن راین متخصص علوم اعصاب میگه که اگر شما همنشین و هم صحبت نداشته باشید عملاً عملکرد مغزتون مختل میشه. ولی چرا ما اینقدر به ارتباط با بقیه آدما نیاز داریم در حالی که اصلا انگیزه‌ای برای معاشرت نداریم؟ فکر میکنم گلیپاد امروز بتونه نگاهت رو به رابطه با آدما تغییر بده. سلام، اسم من گلیه. خوش اومدی به اپیزود 8 گلیپاد. بیا قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه تصویر بسازیم. فرض بکن که الان ساعت 9:10 شبه و تو داری روی یک پروژه‌ای کار میکنی که صبح بعد اونو به رئیس تحویل بدی. یکم خوابت گرفته، یکم کلافه شدی، ولی احتمالاً مجبوری تا صبح بیدار بمونی تا بتونی کارو تموم بکنی. همون موقع یکی از دوستای دبیرستانت شروع میکنه به زنگ زدن و تو دودل میشی که بردارم بر ندارم، اصلا الان چه موقع زنگ زدنه، نکنی یه کاری میخواد براش انجام بدم. بالاخره تصمیم میگیری تلفن رو برداری و وقتی که دوستت شروع میکنه به حرف زدن اول ابراز دلتنگی میکنه، بعد راجع به دوستاتون حرف میزنه، راجع به معلماتون، خاطرهای قدیمیتون و شروع میکنید به حرف زدن و خندیدن و صحبت کردن. بعد از نیم ساعت 40 دقیقه که تلفن تموم میشه، وقتی که به خودت میای میبینی مثل قبل دیگه خسته نیستی، انگار یکم انرژی داری، فرش شدی و میتونی کارت رو از سر بگیری و پروژت رو انجام بدی. هممون از این تجربه ها داشتیم که حوصله نداشتیم، خسته بودیم، دلمون میخواسته دوستامون رو بپیچونیم، دوست نداشتیم با یکی حرف بزنیم، ولی بعد از این که اون کار رو انجام دادیم و معاشرت کردیم حالمون خیلی بهتر شده و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم رومون اثر گذاشته. ولی سوال اینجاست چرا انقدر ارتباط با آدما روی حال ما اثر میذاره؟ برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم باید برگردیم به عقب، به خاطری که هر کدوم از ویژگی‌هایی که ما تو زندگی داریم یک ریشه تکاملی داره و برمیگرده به بقای ما. مثلا ما دماغ داریم برای اینکه موقعی که می‌خواستیم غذا بخوریم بتونیم نفس بکشیم و خفه نشیم. ولی چرا فقط 2 سوراخ نداریم؟ مثلا مخاط داریم، فرم داره بینیمون، رو به پایین بینیمون، برای اینکه چیزی واردش نشه که مجددا ما خفه بشیم و بمیریم. راجع به مغز ما هم همینطوره. ما یاد گرفتیم که توی گروه زندگی کنیم، توی قبیله زندگی بکنیم و وجود اعضای گروهمون و قبیلهمون باعث شده که ما زنده بمونیم. یه جورایی میشه گفت ما کلاً برای اجتماعی بودن طراحی شدیم. وقتی که ما با دوستمون، خانواده‌مون، فامیلمون، حتی یه غریبه حرف میزنیم، سازوکار شیمیایی مغز ما به سمتی میره که به ما پاداش بده. یعنی به ما سروتونین میده، اکسیتوسین میده، دوپامین میده و ما حاضریم برای گرفتن این پاداش اجتماعی هر کاری بکنیم. مثلا حاضریم که برای دیت اول یه شام حسابی تدارک ببینیم که طرف مقابل تحت تاثیر قرار بدیم. حاضریم تا صبح نخوابیم برای اینکه بتونیم با دوستامون وقت بگذرونیم. ساده ترین چیزش اینه که ما از صبح تا شب از خودمون عکس و ویدیو و ریلز و اینا درست میکنیم، میذاریم تو شبکه‌های اجتماعی که تایید بگیریم، لایک بگیریم، آدما بیان بهمون بگن که تو چقدر خوبی، چقدر خوشگلی. ما برای این پاداش اجتماعی همه کار میکنیم. اصلا یکی از دلایلی که انگیزه معاشرت توی ما آدما کم شده همینه. اونم این که وقتی که من میتونم صبح تا شب از فضای مجازی تایید بگیرم، پاداش بگیرم، دیگه انگیزه‌ای برای معاشرت ندارم. به خصوص بعد از کووید که آدما یک دوران خیلی طولانی و تو قرنطینه بودن، بعد از اون دوره هم بودن و جمع شدن برای همه سخت شد. به خاطر اینکه مغز ما به عنوان یک ماشین پیشبینی رفته عادت کرد که کمتر روابط اجتماعی داشته باشه. یعنی ما الان اگر به یه جایی زنگ بزنیم، اینکه یک اپراتور جوابمون رو بده خیلی برامون راحت تره تا یک آدم عادی برداره و جواب ما رو بده. اما آیا این به این معنیه که ما دیگه به روابط اجتماعی نیاز نداریم به خاطر اینکه عادت کردیم با اپراتور رو حرف بزنیم و کمتر با هم دیگه معاشرت بکنیم؟ واقعیت اینه که نه. تو ممکنه به من بگی من در طول شبانه روز عادت دارم فقط 3 ساعت بخوابم، خیلی هم راحت دارم زندگی میکنم.
ولی بدن تو برای اینکه بتونه سالم زندگی بکنه نیاز به 8 تا 10 ساعت خواب نیاز داره. اینکه تو 3 ساعت میخوابی به این معنی نیست که برای تو خوبه. در واقع روابط اجتماعی هم غذای مغز ماست. هر چقدر ما عادت کرده باشیم این رو بهش کم بدیم به این معنی نیست که اون بهش نیاز نداره، به خاطر اینکه عملکردش قرار مختل بشه. در واقع کاری که احساس تنهایی، تنها بودن و انزوا با ما میکنه خیلی رابطه مستقیمی با سلامتی و حال خوب ما داره. اول از همه احساس تنهایی به ما استرس میده. وقتی که ما استرس میگیریم چه اتفاقی میفته تو بدنمون؟ اول اینکه مغز میره رو حالت بقا، تپش قلب رو بالا میبره، قند خون رو بالا میبره تا ارگانا بتونن ازش تغذیه بکنن، التهاب رو میاره پایین تا ما بتونیم عملکرد سریع نشون بدیم. اگر میخوایم بجنگیم، فرار کنیم، یخ بزنیم، هر کاری میخوایم بکنیم بتونیم سریع انجامش بدیم. پس استرس التهاب رو میاره پایین. ولی وقتی که این استرس مزمن میشه، مثل وقتی که من مدت طولانی تنها موندم، وقتی که مدت طولانی احساس انزوا داشتم، دیگه نمیتونه مغز دائما در حالت پاسخ باقی بمونه که بافتای بدن اجازه نمیدن که استرس التهابشون رو بیاره پایین و این ملتهب میمونه. این التهاب بالا توی بدن باعث 1000 تا بیماری میشه و روی حال خوب ما هم خیلی اثر میذاره. فقط هم این نیست، وقتی که ما احساس تنهایی میکنیم، وقتی که خیلی منزوی باشیم، باعث میشه که عملکرد مغزمون هم مختل بشه. این قسمت پیشانی مغز ما، یعنی این قسمتی که پشت چشمای ما قرار داره، مسئول روابط اجتماعی ماست. یعنی شناختای اجتماعی ما، ادراک ما، قضاوتای ما از بقیه همش توی این قسمت قرار داره. وقتی که من یه آدم منزوی باشم و احساس تنهایی بکنم، عملکرد این بخش مختل میشه. اول این که من نمیتونم با آدم‌ها اعتماد بکنم. دوم این که وقتی که با یک نفر میخوام معاشرت بکنم، بیشتر روی جنبه منفی تعاملات تمرکزمو میذارم. از طرف دیگه وقتی هم که با آدم‌ها ارتباط میگیرم لذت کمتری میبرم، چون پاداش اجتماعی کمتری میگیرم. اونای دوپامین و اکسیتوسین و سروتونین کمتر تو مغز من ترشح میشه. پس ما برای اینکه بتونیم اولا سالم باشیم، بعد با بقیه معاشرت بکنیم. دوم این که اگر احساس تنهایی و انزوا میکنیم و میخوایم حالمون خوب بشه از معاشرت با بقیه، نمیتونیم با یک تعامل یا 2 تا تعامل روی حال خوبمون اثر بذاریم. باید چندین بار معاشرت بکنیم، باید چندین بار با بقیه حرف بزنیم و تو گروه‌های مختلف بریم تا به اون پاداشه برسیم و حالمون بهتر بشه. ولی شاید این حرفا کافی نباشه برای اهمیتی که معاشرت با بقیه روی ما میذاره. برای اینکه اینو بهتر درک بکنیم که چجوری اصلا ما طراحی شدیم برای اجتماعی بودن، باید برگردیم به 500 سال پیش از میلاد، موقعی که اولین بار شهبانو آتوسا ملکه ایران اولین نامه رو در تاریخ بشریت نوشته. یعنی قبل از اون همه ارتباطات رو در رو بوده و این آدم اولین نفری بوده که دست به قلم برده و نامه نوشته. وقتی که جلوتر میرسیم به 1880، موقعی که تلفن اختراع میشه. رفته هی علم پیشرفت میکنه تا سال 2000 به بعدم که دیگه فیسبوک میاد، نمیدونم اینستاگرام میاد، واتساپ میاد، تا الان که اوج شبکه‌های مجازی و اجتماعیه. این یعنی چی؟ یعنی که 99.9% نخست تاریخ ما آدم ها فهم ما از همدیگه رو در رو بوده. یعنی مغز ما طی این سالها کلی مهارت پیدا کرده، کلی تکامل پیدا کرده که ما بتونیم رو در رو با همدیگه در ارتباط باشیم و با همدیگه صحبت بکنیم. و طی این تکامل هم یک عالمه ابزار برای خودش به دست آورده. یکی از اولین ابزارهایی که ما طی تکامل به دست آوردیم سفیدی صلبیه چشممونه. ما با این سفیدی میتونیم جهت نگاه دیگران رو تشخیص بدیم و بتونیم رفتار اونا رو پیش بینی بکنیم. فرض کن که خواهر یا برادر کوچیک چیپس و وافک خورده، با دستای چرب داره میاد سمت تو. قبل از اینکه به تو برسه، تو از جهت نگاهش تشخیص میدی که میخواد اینا رو به تو بماله. پس همون لحظه قبل از اینکه بیاد یه فوشی بهش میدی و میگی که فکرش هم نکن مثلا دستای چرب تو به من بمالی.
اینم همینطوره. ما به خاطری که توی گروه زندگی میکردیم و بقامون توی قبیله تأمین میشده، من موقع شکار از جهت نگاه همگروهی و همتیمی میتونستم عکس العملمون رو بگم. همه اون سگسانانی هم که مثلا همه حیوانایی هم که سفیدی صلبیه چشم دارن، اینا هم اونایی بودن که گروهی زندگی میکردن تا بتونن نگاه همدیگر رو پیش بینی بکنن. دومین ابزاری که ما داریم ابروامونه. اگر به تکامل نگاه بکنیم، مثلا اجداد نئاندرتالمونو، این قسمت پیشونیمون همه موهاش از دست رفته و فقط ابروهامون مونده. این به خاطر چیه؟ به خاطر که ما با این ابروها ابزاری داریم که بتونیم هیجانات همدیگر رو به همدیگه منتقل بکنیم. یعنی من با بالا بردن ابروام شگفتی رو نشون میدم به تو، با اخم کردنم عصبانیتم رو نشون میدم. در واقع ما با کنترل داشتن روی عضلات این ابروها میتونیم هیجانات همدیگر رو درک بکنیم و اطلاعات خیلی زیادی رو به همدیگه بدیم. اینقدر این ابروها توی تعاملات ما و توی انتقال هیجانات ما اثر میذارن که اگر مثلا یک نفر پیشونیشو بوتاکس کرده باشه و طی اون مدتی که کنترل عضلات ابروشو نداره، نه تنها نمیتونه احساسات خودشو بروز بده، یعنی ما نمیتونیم بفهمیم کی خوشحاله کی ناراحته، تشخیص هیجانات دیگران هم برای سخت میشه. یعنی اگر من اخم بکنم، یه آدمی که بوتاکس نکرده نسبت به یه آدمی که بوتاکس کرده درک بهتری میتونه از اون هیجانات من داشته باشه. غیر از اون لحن صدا، مدل حرف زدن، اسممون، حرکاتمون، نمیدونم زبان بدنمون، عطرمون، بومون، همه اینا یه عالمه نشونه های اجتماعی هستن که ما با همدیگه به تعامل برسیم و با درک این نشونه ها به همدلی برسیم. در واقع یکی از مهمترین ابزارهای تکاملی ما همدلی ماست. فرض کن من و تو دو تا انسان نئاندرتالیم، داریم با همدیگه تو جنگل قدم میزنیم، میریم شکار کنیم. توی مسیر که هستیم یهو یک چوب تیزی میره کف پای تو و پای تو رو سوراخ میکنه و شروع میکنه به خونریزی کردن. فکر کردم بهش هم ناراحت کننده است. من وقتی که تو رو میبینم از روی حرکات تو میتونم تشخیص بدم که تو یک دردی داری، اون درد رو درک بکنم. به این میگن همدلی. یعنی من دردی که تو میکشی و میتونم درک کنم و بفهمم. این چه کمکی به من میکنه؟ کمک میکنه که اول من بیام این چوب از تو پای تو در بیارم، به عنوان همگروهی من ازت مراقبت بکنم که بقا پیدا بکنی. دومی که دقت میکنم یه موقع یه چوبی چیزی نره تو پای خودم، پس اینجوری بقای منم تضمین میشه. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ هیجانات تو به من سرایت کرد. ما از طریق نورون‌های آینه‌ایمون میتونیم حرکات طرف مقابلمون رو تقلید بکنیم و اون دردی که میکشه رو بفهمیم و درک بکنیم و این هم برای بقای ما لازم بوده. مثل این که بشینی توی جمعی شروع بکنی به خمیازه کشیدن، میبینی اکثر اون آدما شروع میکنن به خمیازه کشیدن. در واقع این هیجانات اول مصریان، دومی که باعث میشن ما به یک درکی از همدیگه برسیم و توی تعاملاتمون اون رو به کار ببریم. نکتهش اینجاست که ما با این همدلیه به دنیا نمیایم، اینو در طول زندگی اکتساب میکنیم و یادش میگیریم. وقتی که نوزادیم پدر مادرمون شروع میکنن مثلا با ما بازی کردن، با ما حرف زدن و با تقلید حرکات ما هیجاناتشون رو به ما منتقل میکنن. به خاطر همین اگر شما مثلا یک مادر افسرده داشته باشید که خیلی مثلا تو نوزادی باتون بازی نکرده باشه، یا مثلا توی یتیمخونه‌های بزرگ شده باشید که روابط اجتماعی اونجا خیلی کم بوده، شما از نظر همدلی و درک احساسات و هیجانات بقیه خیلی ضعیف‌تر میشید. در واقع سیناپسایی که توی بخش پیشانی مغز ما هستن که مسئول روابط اجتماعی ما، هر چقدر توی کودکی بیشتر روابط اجتماعی داشته باشن قوی‌تر میشه و ما تو بزرگسالی همدل‌تر میشیم. بچه‌هایی که اوتیسم دارن جزو معدود افرادی هستن
مثلا توی جوامع انسانی فقط آدمایی که اوتیسم دارن علاقه‌ای به معنای واقعی به ارتباط با گروه‌ها و اجتماعی بودن ندارن. بقیه آدم‌ها این نیاز رو دارن و هر چقدر توی سن پایین در واقع ما روابط اجتماعی بیشتری داشته باشیم، همدلیمون توی بزرگسالی بیشتر میشه، مثل عضله میمونه. این سیناپس‌های مغز ما قوی‌تر میشن. به خاطر همین وقتی که ما بچه‌ایم زودتر زبان یاد میگیریم، بهتر میتونیم با شرایط وقف پیدا بکنیم و این منعطف بودن مغز تا سنهای خیلی زیادی هم تقریباً باقی میمونه، به خاطر که اونم باز برمیگرده به بقا. ما بتونیم با فرهنگ اجتماعی که الان توش حضور داریم آداپته بشیم و بتونیم با توجه به اون شرایط زنده بمونیم. تا اینجا متوجه شدیم که اولین که از نظر تکاملی ما برای اجتماعی بودن طراحی شدیم، کلی ابزار داریم برای که با دیگران در ارتباط باشیم. این ارتباط با بقیه چقدر روی حال خوب ما، روی سلامتی ما، روی شادی ما اثر میذاره. ولی چرا با این همه ما بازم خیلی دلمون نمیخواد معاشرت بکنیم و انگیزه اجتماعی بودن تو وجود ما کمه؟ این دوباره برمیگرده به مغز ما. خود مغز ما هم یه سری کاستیایی داره، یه سری نقصایی داره که اجازه نمیده که ما در عین اینکه خیلی نیاز داریم که توی جمع باشیم، دلمون هم میخواد بپیچونیم و خیلی کارا رو انجام ندیم. این چرا این اتفاق میفته؟ اول اینکه ما یاد گرفتیم در طی تکاملمون با کسی همدلی بکنیم که بیشتر شبیه ما باشه. یعنی وقتی که من توی گروه و توی قبیله‌ام بودم، مهم بوده که بتونم درک بکنم که هم تیمیم چه دردی داره، چه مشکلی داره و کمک بکنم که اون و من با هم بقا پیدا بکنیم. اگر تیم رقیبم یه مشکلی براش پیش می اومده، من نیاز به همدلی اون نداشتم. اون اگه میمرد به نفع من بود، من راحت‌تر زنده میموندم، غذا به من بیشتر میرسید. همینجا از همین ریشه های تکاملی ما یاد گرفتیم با کسی همدلی بکنیم که بیشتر شبیه ما باشه. لباس پوشیدنش، حرف زدنش، عقایدش، فکر کردنش، سلیقه موسیقیش، همه چیزش هر چقدر به ما نزدیکتر باشه ما بیشتر باش همدلی میکنیم. به خاطر همین ما با خانواده‌مون رو بیشتر همدلی میکنیم، دوستامون، نمیدونم کسایی که بیشتر شبیه ما هستن. برای اینکه بتونیم اینو بهتر درک بکنیم، فرض بکن که یه شب داری توی جاده رانندگی میکنی، یه ماشینی اون گوشه خراب شده، خیلی کسی هم دیگه تو اون جاده نیست و اون آدم نیاز به کمک داره. 2 تا سناریو در نظر بگیر. اول اینکه اون آدم مثلا مدلی لباس پوشیده که تو میپسندی، پشت ماشینش عکس تیم فوتبال مورد علاقه تو رو زده، یه آهنگی هم مثلا توی ماشینش پلی کرده که تو اون خواننده رو خوشت بیاد ازش. سناریوی دوم چیه؟ اون آدم رو وقتی که میبینی، ریختش رو میبینی، میفهمی از نظر مذهبی، از نظر سیاسی یه جای دیگه است، یا مثلا لباس تیمی رو پوشیده که تو دوستش نداری، یا پشت ماشینش یه چیزی نوشته که با عقاید تو نمیخونه. در کدوم مورد احتمال داره که تو وایسی و به اون آدم کمک بکنی؟ اگر بخوایم صادق باشیم، دلمون نمیخواد به اون نفر دوم کمک بکنیم و این چیزی که ما در طی تکامل یاد گرفتیم و این میتونه الان یک کاستی و یک نقص برای ما محسوب بشه، به خاطری که توی دنیای مدرن امروز ما هر چقدر که با هم دیگه تفاوت داشته باشیم، دیگه بحث بقا به اون صورت مطرح که نیست. من اگر تو زنده نباشی و خوشحال نباشی فرقی به حال من نمیکنه، من در صورت بدون تو زنده میمونم. الان که همه فرهنگ ها داره میره به یک سمت، همه دارن به سمت جهانی شدن و یک پارچه بودن میرن، این همدلیه که فقط برای آدم های شبیه من باشه دیگه اینجا درست جواب نمیده. وقتی که ما این رو بدونیم، شاید وقتی که مثلا بخوایم با یک نفر تعامل پیدا بکنیم، اگر ببینیم اون یه مقدار با ما متفاوته و نخوایم باهاش حرف بزنیم، میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که اوکی، من و تو میتونیم یک نقاط مشترکی داشته باشیم و با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم. این یک نگاه جدید به ما میده که ما میتونیم با آدم‌هایی هم که شبیه ما نیستن تعامل داشته باشیم، باشون حرف بزنیم، منتظر نباشیم که فقط یکی رو پیدا بکنیم که خیلی خیلی شبیه ماست. این نکته اول. نکته دوم اینه که مغز ما به عنوان یک ماشین پیشبینی توی ارتباط با آدم ممکنه خیلی وقتا یک
پیشبینی‌های اشتباهی رو بکنه. مثلا فرض کن میخواستی با دوستات بری بیرون، لحظه آخر دلت میخواد زنگ بزنی کنسل بکنی، با خودت میگه که تا من پاشم بپوشم و برم و اصلا چیزی که در مقابلت میبینی یک کار پرزحمت و بیفایده است نسبت به اینکه میگی حالا میمونم خونه استراحت میکنم، یه فیلمی میبینم، برای خودم راحت ترم. یه آزمایش خیلی جالبی انجام داده بودن. به یک سری آدم گفته بودن طی مسیری که مثلا میخواید با اتوبوس برسید به مقصد، با یک غریبه شروع بکنید به حرف زدن و قبلش گفته بودن به نظرتون مسیر چقدر قراره براتون خوشایندتر بشه وقتی که با اون آدم حرف میزنید. اکثر آدما گفته بودن فکر نمی‌کنیم خیلی مسیر خوش بگذره و خوشایند باشه، ولی همه اون آدما گفته بودن وقتی که با یک غریبه حتی یک گفتگوی خیلی ساده داشتن، مسیر براشون خوشایندتر بود. این اولین پیشبینی غلط مغز ماست، اینکه قراره اون چیزی که اتفاق بیفته خیلی پرزحمت باشه یا شاید خیلی خوشایند نباشه. اگر ما بعضی وقتا بتونیم برخلاف انتظارمون عمل بکنیم، ببینیم که رفتن تو اون جمع چقدر میتونه حال ما رو بهتر بکنه. پیشبینی دوم اشتباه مغز ما اینه که ما فکر میکنیم اگر بخوایم با یکی حرف بزنیم، به خصوص اگر اونو نشناسیمش، قراره طرد بشیم و یه جورایی اون آدم انگار قراره به ما محل نذاره و ما رو معذب بکنه. اینم یک پیشبینی اشتباهه، به خاطر اینکه طی همه آزمایش‌هایی که متخصصین علوم اعصاب انجام دادن تقریبا 0% از آدما طرد شده بودن، چون ما انقدر برامون مهمه که از نظر اجتماعی مقبول باشیم و مؤدب باشیم، هیچ وقت هیچ کیو طرد نمی‌کنیم. اگر فکر بکنید می‌بینید که مثلا چقدر براتون پیش اومده که دلتون نمی‌خواسته با یک آدمی حرف بزنید، یا اون موقع تو شرایطی نبودید که دوست داشته باشید با یک آدمی حرف بزنید، ولی وقتی اون شروع کرده با شما حرف زدن طردش نکردید و تن به گفتگو دادید. شاید هم گفتگو خیلی بد نبوده. این یعنی اینکه معمولا این ترس‌ها یه مقدار اغراق شده هستن و ما اگر این اشتباه رو توی پیشبینی مغزمون بدونیم، میتونیم یه وقتایی ریسک بکنیم. مثلا تو اتوبوس هستیم، به جایی که توی گوشی الکی بچرخیم، یا مثلا توی مثلا مطب منتظر وایسادیم که صدامون بزنه دکتر، ریسک بکنیم با بغل دستیمون حرف بزنیم و بدونیم این گفتگوی ساده میتونه خیلی تو روز ما و توی حال ما اثر مثبتی بذاره. پیشبینی سومی که مغز ما به صورت اشتباه اونو انجام میده اینه که این گفتگو قرار نیست لذت بخش باشه، قرار نیست مثلا خیلی باحال باشه، خسته کننده بشه، نکنه کسل کننده بشه. خصوص بازم وقتی میخوایم با یکی هستی حرف بزنیم که خیلی نمیشناسیمش. اینم اشتباهه. یه آزمایشی انجام داده بودن، 200 تا غریبه رو جفت کرده بودن، گفته بودن مثلا 10 دقیقه با هم حرف بزنیم. بعد از 10 دقیقه رفته بودن بهشون گفته بودن که اگر شما 4 تا نوبت دیگه به همین اندازه 10 دقیقه با هم دیگه حرف بزنید، به نظرتون گفتگوتون چقدر میتونه لذت بخش باشه؟ اکثر آدما گفته بودن که هیچی دیگه، ما چیزی نداریم به هم دیگه بگیم، مگه چقدر همدیگه رو میشناسیم، کسالت بار میشه. ولی وقتی که آزمایش تموم شد، همه اون آدما گفته بودن گفتگو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردن لذت بخش بوده براش. اینم یک مانع دیگه است. وقتی می‌خوایم با یکی حرف بزنیم فکر می‌کنیم مگه چقدر میتونه جالب باشه، ولی معمولاً جالبتر و لذت بخشتر از اون چیزی هست که ما فکرش رو می‌کنیم و میتونیم با توجه به این سعی بکنیم بازم یه ذره روابط اجتماعیمون رو بیشتر کنیم. چهارمین پیشبینی غلط مغز ما اینه که مهارت گفتگوی خودمون رو دست کم میگیریم، به خصوص اگه آدمای درونگرایی باشیم. یه آزمایشی انجام داده بودن و به یه سری افراد گفته بودن که به خودتون توی یک سری مهارت‌ها نسبت به همسن و سالاتون رتبه بدید و اکثر آدم‌ها با اعتماد به نفس بالا اومده بودن توی مهارت‌های کاریشون، نمیدونم رعایت بهداشتشون، کلی از مهارت‌های دیگه به خودشون خیلی نمره‌های بالایی داده بودن و کمترین رتبه رو توی مهارت‌های خودشون مهارت شروع گفتگو و ادامه گفتگو داده بودن. یعنی این فکر فقط این نیست که مختص به ما باشه، اکثر آدما فکر میکنن مهارت کافی برای گفتگو رو ندارن و ما اگر همین سد ذهنی رو بدونیم، همون پیشبینی اشتباه مغزمون رو بدونیم، میتونیم که راحت تر بریم و حرف بزنیم.
پیشبینی پنجم اشتباه مغز ما میدونی چیه؟ ما تأثیر مثبت خودمون روی دیگران رو کم میدونیم. فرض بکن یه جایی هستی توی یک مکان عمومی، بعد یه آدمی میاد از ژاکت بغل دستی تو تعریف میکنه، میگه وای عزیزم چقدر این لباسی که پوشیدی بهت میاد. تو حال خوب این دوتا رو میبینی، یعنی میفهمی که این یک اثر مثبتی روی این آدم گذاشت و این آدم چقدر خوشحال شد. ولی اگر خودت میخواستی از ژاکتش تعریف بکنی، اینجوری بودی که حالا معذب میشه. اصلا یه موقع یه چیزی به من میگه که خب اوکی مرسی و اثر مثبت خودتو کم میدونی، در صورتی که ما آدما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم دوست داشتنی هستیم و میتونیم اثر مثبت بذاریم. اصلا به خاطر همین که انقدر نگران قضاوت و آبرومون هستیم، به خاطر که اینم ریشه تکاملی داره. ما چون تو گروه زندگی میکردیم، اگر منفور بودیم و از گروه و قبیله میکردنمون بیرون که زنده نمیموندیم. به خاطر همین خیلی برامون مهمه که بقیه راجع به ما چی فکر میکنن، آیا به اندازه کافی خوب هستیم، آیا به اندازه کافی دوست داشتنی هستیم. و خیلی اشتباه میکنیم، چون ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم آدم‌ها ازمون خوششون میاد. فقط کافیه که ما اصالت خودمون رو حفظ بکنیم. قطعاً اثر داره حرکات بدنمون، لبخندمون، ارتباط چشمیمون، نوع لحنمون خیلی اثر داره که ما دوست داشتنی باشیم. ولی همینقدر که ما خودمون باشیم و عادی باشیم با بقیه و از سر صلح و نیت خوب با آدم حرف بزنیم، خیلی دوست داشتنی تر از اون چیزی که هستیم به نظر میرسیم و ما هم خیلی اثر مثبتی میتونیم روی بقیه بذاریم. پس اگر یه نفر رو دیدی یه جایی که یه چیزی داشت که خیلی قشنگ بود، میتونی ازش تعریف بکنی و این رو بدونی که تو داری یک اثر مثبتی میذاری که روی حال خوب خودت هم خیلی اثر میذاره. شاید ما اگر این پیشبینی های اشتباه مغزمون و کاستای مغزمون رو بفهمیم، بتونیم از این سد عبور بکنیم و انگیزه بیشتری برای ارتباط با بقیه داشته باشیم. ولی 2 سوال مهم اینجا به وجود میاد. اول این که ما چقدر به تعاملات اجتماعی نیاز داریم. من به عنوان یه آدم درونگرا یا برونگرا نمیتونم به یک نسبت مساوی به تعاملات اجتماعی نیاز داشته باشم. ما چقدر نیاز داریم به این تعامله که سلامتی و حال خوب و همه اون چیزایی که گفتیم رو تجربه بکنیم. و نکته دومی که شبکه‌های اجتماعی چقدر خوب هستن و میتونن اثر اون تعامل مثبت رو روی سلامتی و حال خوب ما بذارن. برای اینکه بفهمیم ما چقدر به تعامل نیاز داریم، اول باید بفهمیم چقدر درونگراییم یا چقدر برونگراییم. به خاطر اینکه کسی که درونگراست اصلا به خاطر این بهش میگیم درونگرا که از تنهایی لذت میبره. کسی هم که برونگراست به این خاطر بهش میگیم برونگرا، به خاطر اینکه از جمع انرژی میگیره. ولی از اونجایی که ارتباط غذای مغزه، ما اول باید بفهمیم چقدر کجای این طیف درونگرایی و برونگرایی قرار داریم و بعد بر اساس اون میزان تعامل رو بفهمیم. اول ما باید سعی بکنیم آگاهانه یه مقدار معاشرتامون رو بیشتر بکنیم، هم با دوستامون، هم مهمونی بیشتر بریم، هم با خانواده بیشتر حرف بزنیم، هم سعی کنیم با غریبه‌ها ارتباط بیشتری بگیریم تا اینکه بفهمیم چی اذیتمون میکنه. به خاطر اینکه ارتباطات اجتماعی غذای مغز ماست. همونجور که ما میدونیم یه غذاهایی بهمون میسازه، یه غذاهایی بهمون نمیسازه، ما باید بفهمیم چه چیزهایی توی روابط برای ما ناخوشاینده. مثل اینکه مثلا چه غذاهایی به ما نفع میده. مثلا من ممکنه بفهمم که بلند حرف زدن توی جمع منو اذیت میکنه، دیدارای 2 نفره منو معذب میکنه. ما باید خودمون رو توی معاشرت قرار بدیم و بفهمیم که کی باتری اجتماعیمون تموم میشه و همون موقع دیگه اونو ببندیمش. و این چون خیلی خیلی توی سلامتی و حال خوب ما اثر میذاره، اینو باید یه مقدار آگاهانه انجام بدیم تا الگوهایی که دوستشون نداریم و بیشتر بفهمیم و بشناسیمشون. همونجور که مشخصه برونگراها هر چقدر اجتماعی تر باشن بیشتر بهشون خوش میگذره، اما درونگراها طبق آزمایشاتی که متخصصین اعصاب انجام دادن، اگر مدت کوتاهی تظاهر به برونگرایی بکنن، روی حال خوب خودشون هم خیلی اثر میذاره.
این یه بخشش. یه بخش دیگه این که این فضای مجازی چقدر اثر میذاره. خب از اونجایی که گفتیم طی تکامل ما بیشتر مهارت‌های رو در رو داریم تا اینکه یک نفری رو نبینیم و باهاش حرف بزنیم. یعنی ما در رو بیشتر همدلی میرسیم، عمق حرفامون بیشتر میشه، درک بهتری از همدیگه داریم. به خاطر همین اگر بخوایم رتبه بندی بکنیم به اینکه چقدر از نظر اجتماعی روی حال خوب و سلامت ما اثر میذاره، اول دیدارهای حضوریه، بعد ویدیو کاله، بعد تماس تلفنیه و بعد پیام منفیه. ببین وقتی که ما بیشتر با آدما معاشرت میکنیم حال خودمون بهتر میشه. اگر که شبکه‌های اجتماعی هم این شکلی بودن که ما هر چقدر بیشتر ازشون استفاده میکردیم حالمون بهتر میشد، الان این همه احساس تنهایی و انزوا نمیکردیم. به خاطری که مهمترین کاری که شبکه‌های اجتماعی با ما میکنن اینه که ما دائما در مقایسه هستیم. بدنمون رو مقایسه میکنیم، موفقیتمون رو مقایسه میکنیم، جایگاه اجتماعیمون رو مقایسه میکنیم و این ممکنه احساس تنهایی و انزوا رو در ما بیشتر بکنه. به خاطر همین حدالمقدور بهتره که تماسای حضوری و رو در رو داشته باشیم، یا حتی اگر داریم پیام میدیم از ایموجی استفاده بکنیم که یه مقدار به تعاملاتمون عمق بدیم و متوجه باشیم که ما برای این ساخته شدیم و باید آگاهانه به این توجه بکنیم. به خاطر اینکه مغز ما اگر یک برنامه زنده رو ببینه تا یک برنامه ضبط شده رو، بین همینم تفاوت قائل میشه. چه برسه به این که مثلا ما یک آدمی رو در رو ببینیم یا توی ویدیو کال ببینیم یا مثلا صرفا فقط براش یک پیام متنی بفرستیم. اینو باید آگاهانه زیاد بکنیم و یادمون باشه که میل به جمع بودن، میل به وحدت داشتن توی سطحی ترین لایه های زندگی ما هم هست. یعنی ما اگر سلولای مغزمون یا سلولای قلبمون رو توی آزمایشگاه بذاریم، اینا دور هم دیگه جمع میشن و با یک ریتم میتپن. در واقع ما آدما پیوندمون با هم دیگه انگیزه زندگیمونه. من اگر تو این دنیا هیچ کس رو نداشته باشم، یه ماشین خیلی خفنم داشته باشم، ازش لذت نمیبرم، چون دلم میخواد رفیقم بیاد سوار بشه بگه که دمت گرم، چه ماشین خفنی داری. اصلا بخش زیادی از معنای موفقیت تو دنیای امروز اینه که دیگران عمل کرده من رو چقدر خوب ببینن، دیگران چقدر جایگاه منو بالا میدونن. ما نیاز داریم به این پاداش اجتماعی که دائما باید بگیریم و هر چقدر که این ارتباطاتمون رو سعی بکنیم بیشتر بکنیم بر اساس زندگی خودمون، میتونیم حال بهتری هم تجربه کنیم. تو اپیزود قبل راجع به افسردگی حرف زدیم و هر وری که ما میرفتیم که به درمان افسردگی برسیم، میخوردیم به اینکه باید با آدم ارتباط داشته باشیم. ارتباط با آدم همون چیزیه که به ما انگیزه زندگی و زنده موندن میده. به خاطر همینه که اگر یک آدمی مثلا خانواده‌شو از دست بده، دوستاشو از دست بده، خودش هم دیگه دلش نمیخواد زنده بمونه. ما اینقدر به هم دیگه پیوند خوردیم. پس بعد حواسمون باشه که از این به بعد کمتر دوستامون رو بپیچونیم، بیشتر با آدم ها حرف بزنیم، بیشتر توی جمع بریم، بیشتر سعی بکنیم که همدلی بکنیم و نقاط مشترک پیدا بکنیم برای اینکه سالمتر، شادتر و راحتتر زندگی بکنیم. امیدوارم این اپیزود تونسته باشه یه مقدار شما رو به سمت اجتماعی بودن سوق بده. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدافظ.